سه سال دارم تحصیل کردم حضور پیدا میکنم احساس جوانی میکنم. در مدرسه شاپور، دبیرستان شاپور که سابق بهش مدرسه متوسطه میگفتن، دبیرستان هنوز در واقع به جانشین مدرسه متوسطه نشده. مدرسه ابتدایی داشتیم به متوسطه، مدرسه ابتدایی بعدا شد دبستان، مدرسه متوسطه شد دبیرستان. من از 6 سال، از سال 1312 تا سال 1318 در این دبیرستان تحصیل کردم. 3 سال اول یعنی این 2 دوره داشت. یک دوره بهش میگفتن سیکل اول، یعنی کلاس 7 تا 8 تا 9 و یک دوره سیکل دوم، یعنی سال 10 و 11 و 12. من در این فرصت کوتاه سعی میکنم یک تصویر اجمالی و نسبتا جامع از اوضاع تعلیم و تربیت در رشت و تحصیلات در رشت و در ایران اینجا نشان بدهم. البته فرصت کوتاه است، فقط به کلیات میشه کرد. اون موقعی که ما تحصیل میکردیم زمان رضا شاه در رشت 5 مدرسه دولتی ابتدایی وجود داشت. 5 مدرسه دولتی و 4 مدرسه غیر دولتی. این در واقع دوره ابتدایی بود و دوره متوسطه فقط یک مدرسه 6 ساله متوسطه در رشت بود، یکی هم در انزلی. یعنی اگر کسی غیر از این دو شهر میخواست ادامه تحصیل بدهد در دوره متوسطه، باید یا به انزلی برود یا به رشت. بیسوادی در واقع عام بود تقریبا. روستاها همه بیسواد بودن. شاید در یک ده 1 یا 2 نفر ممکن بود که باسواد باشد. حتی در بعضی از محال و محال رشت مثل رشت نشان در اونجا وقتی که خواستن دبستان تأسیس کنن جلوش گرفتن. یعنی اون مباشر فخرالدوله مباشر امیری جلوی رو گرفت. یعنی نگذاشت که دبستان در اونجا تأسیس بشه. نمیخواستن که روستاییان باسواد باشن. سطح تحصیلی دبیرستان بود، یعنی متوسط دانشگاهی وجود نداشت. فقط در سالهای نمیدونم چه سالهایی بود، سالهای اواخر سلطنت رضا شاه محصلینی که دیپلمی شده بودن، یعنی متوسطه رو بودن، اینها بعضی هاشون، نه همشون، خیلی کم، اندکی از اینها میرسن تهران، از هر شهری میرسن تهران، اینجا امتحان میدادن و اگر قبول میشدن جزو گروهی بودن که اعزام میشدن به خارج برای ادامه تحصیلات. یعنی تحصیلات دانشگاهی ما در خارج بود، نه در ایران. تازه وقتی که دانشگاه هم تأسیس شد فقط چند دانشگاه داشت، محدود بود. ولی یک مسئله در نظام آموزشی وجود داشت که حالا اون وجود ندارد متاسفانه و خیلی کارساز بود. اون
دبستان تأسیس می‌کردن آموزگار تربیت می‌کرد. اگر دبیرستان تأسیس می‌کردن دبیر تربیت می‌کرد. یه دانشجوهای مقدماتی داشتیم که آموزگار تربیت می‌کرد. یک دانشجوهای عالی داشتیم که دبیر تربیت می‌کرد. ما در دوره ابتدایی آموزگاری که فارغ التحصیل دانشجوهای مقدماتی باشد نداشتیم، ولی آموزگاران ما آدمای باسوادی بودن در هر رشته. در هر رشته آدمای باسوادی بودن. حتی بعضی‌هاشون اهل قلم بودن. من یادم میاد وقتی که امتحان نهایی دوره ابتدایی رو می‌گذراندن، چون امتحان نهایی دوره ابتدایی سراسری در ایران بود، یعنی سوالات برای همه مدارس ایران می آمد و تصحیح اوراق هم به وسیله آموزگاران نبود، به وسیله دبیران بود. امتحان شفاهی هم دبیران امتحان می‌کردن. یعنی در واقع همون کاری که الان مثلا در دوره دانشگاهی می‌کنن، اون موقع در دوره ابتدایی می‌کردن. به طوری که گواهینامه ابتدایی هر کس می‌گرفت خودش امتیاز مهمی بود. من دوره ابتدایی رو در مدارس دولتی بودم. کنکورم امتحان ورودی وجود داشت، نه کنکور. برای که برای دانشگاه داوطلب زیادی وجود نداشت. مثلا در همین رشت کسانی که دیپلم می‌گرفتن، اینها وارد خدمات دولتی می‌شدن با رتبه 2. اون موقع یه دونه اشل داشتیم، یعنی زیر اصطلاح رتبه ها یه رتبه 1 داشتیم، 2 داشتیم و 3. 3 بار کسانی بود که اعزام شده بودن به اروپا و بعد نشده بودن در واقع لیسانسی بودیم. بندواسط من هم خوب میگرد. اینها یه عده‌ای اصلا در همین رشت می‌موندن و وارد خدمات دولتی می‌شدن با رتبه 2. یعنی اون طب دانشگاه رفتن وجود نداشت، اصلا دانشگاهی هم وجود نداشت. چند تا دانشکده وجود داشت. منتها همین کارها مقدماتش معین می‌شد. یعنی استاد سازمان تدریس مثلا دانشکده فنی کارگاه داشت. استادان دانشکده فنی تقریبا همشون تحصیل کرده فرانسه بودن. استادان دانشکده صنعتی که بیشتر عملی بود، یعنی مهندس آچار به دست تربیت می‌کرد، همشون تحصیل کرده آلمان بودن. ابتدا وارد دانشکده فنی شدن، یعنی امتحان ورودی دادن، وارد دانشکده فنی شدن. 1 ماه در دانشکده فنی نشستن. همه استادان ما، دکتر جودت، دکتر قاسمی، دکتر ریاضی، همشون، دکتر باطنی که آگریژه بود. امتحان آگریگاسیون در فرانسه بسیار مشکل، بسیار مشکل. آگریژه بود. استاد دسکریپتیو بود، هندسی ترسیمی بود. یعنی همشون تحصیل کردنی اروپا. و بعد البته دانشگاه عالی تشکیل شد و در واقع دبیر تربیت کرد. البته دبیرهای اونها هم دبیرهای ممتازی بود. همین دبیرستان شاهپور دانش آموختگانشون من یادم هست. چه در قبل از اینکه من این دوره رو تمام کنم، دوره دبیرستان رو تمام کنم، چه بعد از اون که چه در دوره خودم کسانی از رشت بخصوص در رشته ریاضی علوم دقیقه فیزیک داشتیم. کسانی بودن که اینها وقتی که رفتن دانشگاه عالی شاگرد اولشون رشتی بود، رشتی شاگرد اول تمام دانشگاهی علوم، نه فقط اون رشته خودش. معذرت میخوام از خودم
رشته خودمون دانشگاه امریکا رشته های متعدد من میگم